خب درود و عرض ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما دوستان عزیز، روحای آگاه. امیدوارم حال دلتون الهی، هر آنچه در این برنامه زیبا براتون رقم خورده به حکمت و برکت باشه و هر آنچه که پیش روی شماست رو به زیبایی دیده باشید. دوستان امروز میخوام یه خورده در مورد این بیا بیرون با هم صحبت کنیم که اصلا بیا بیرون یعنی چی؟ کجا بیا بیرون؟ اصلا این بیا بیرون چی رو میخواد برای ما رقم بزنه؟ از اونجایی که ما دوستان در این عالم احساس میکنیم یک جایی یک شروعی داشته و یک روزی یک پایانی داره، یک ازل و یک ابدی در جریان، یک آخر زمان و یک روز اولی هست. ما بر این مبنا داریم پیش میریم. حالا یا میگیم بیگ بنگ یا میگیم مثلا خداوند اومده خلقت کرد. اما این مسیر ازل تا ابد در واقع توسط چیزی احاطه شده به اسم زمان، چون ما گذشته رو داریم، حال رو داریم و آینده رو داریم. وجود این ستا باعث میشه چیزی به وجود بیاد به اسم زمان. این زمان رو ما اومدیم بین خودمون یه قراردادایی بستیم، ساعت گذاشتیم، خورشید میاد، ماه میره، میگیم شب، روز، سال، عصر، ساعت فلان، ثانیه فلان، یک زمانی رو براش تعبیه کردیم که این زمان فقط در داخل این لوپ قابل درکه، چون ما اینجا زمان رو میتونیم ازش درک داشته باشیم، میدونیم روز که یه، شب که یه، ساعت چیه، زمان مثلا چه وقتی. در این چرخه یا این لوپ در واقع ما 71 مسیر داریم که این 71 مسیر برای بقای این لوپ طراحی شده. یعنی اینکه برای ما افکار میسازه، برای ما باور میسازه، برای ما ذهنیت میسازه، ما رو درگیر مسائلش میکنه تا بتونه بقای خودش رو به اثبات برسونه، سوخت خودش رو فراهم کنه. این کالبد ما از 4 عنصر تشکیل شده که ما نیاز به زندگی داریم. برای زندگی نیاز به یه سری کارها داریم، افکار داریم، ذهنیت ها داریم. این افکار، ذهنیت ها، تلاش ها، این چیزایی که در این خلقت داریم انجام میدیم، بقای این لوپ رو در واقع تامین میکنه. این 71 مسیری که داخل این لوپ وجود داره همشون بلا استثنا برای برگشته، چون برای بقای این لوپ طراحی شده. حالا یک مسیر میبینید مثلا فرض مثال طولانی تره، یک مسیر پرپیچ و خم تره، یک مسیر کمی ساده تره. هر کسی در یک مسیری قرار میگیره، اما این مسیرها، حالا میخوای اسمشو ادیان بذار، اسمشو راه بذار، ایمان بذار، باور بذار، مسیر، هر چی میخوای بذار، این 71 مسیر برای بقای خودش طراحی شده که بقاش باقی بمونه. چنانچه ما از افکار، از ذهنیت ها، از این مسیرها دست بکشیم، بقای این 4 عنصر، این ماتریکس، این بعد 3، این عالم ذره به خطر میفته. چرا؟ ما اگه مسیر ازل تا ابد رو داشته باشیم و بخوایم این مسیر رو طی کنیم، در هر کدوم از این مسیرها که هستیم، خب ما یک سری انرژی های مثبت ساطع میکنیم، یک سری رفتارهای درست داریم، یک سری کارهایی رو انجام میدیم که باعث میشه ما در برنامه جلو بریم. یعنی در تناسخ بعدی یه خورده برای ما درس‌ها آسان‌تر، پاس شده تر، زندگی بهتر، قسمت بهتر، یه جای مناسب‌تر، یه لوکیشن خیلی خوبتر برای ما رقم بزنه. اما اگر بیایم افکار منفی، انرژی منفی، داستان، سریال، فیلم درست کنیم، در واقع این باعث میشه که ما در زندگی بعدی چند پله سقوط کنیم، بیایم عقب. حالا شما این رو تصور کنید که این اتفاق اگه ما بیایم اینا رو به هم وصل کنیم، یعنی چرخه فارنهایت رو تشکیل دادیم، تو لوپ تکراریم. این تکرار یا فارنهایتی که ما بهش اشاره میکنیم در واقع اینه، این لوپ برای ما ذهنیت میسازه، برای ما افکاری میسازه که ما رو دوباره در چرخه خودش قرار بده، ما رو دوباره برگردونه که بقای خودش به خطر نیفته. اما یک فردی وقتی که این مسیرها رو جستجو میکنه یا از چند مسیر بازدید میکنه، یک سری آگاهی ها به دست میاره، یک سری دانش ها به دست میاره، یک سری اتفاقات خاص براش میفته، یک سری ریاضت های خاص میکشه، در واقع ما یک مسیری دیگه در این لوپ داریم
که این مسیر بی بازگشته. این مسیر وقتی که در وسط‌های مسیر میرسیم، فرد به بیداری میرسه. یک لحظه امکان داره برای هر کسی اتفاق بیفته که بیدار بشه، از این خواب، از این ماتریکس خبردار بشه. وقتی که خبردار شد میاد بیرون این لوپ میاد. در واقع این فردی که بیرون این لوپ اومده از زمان خارج میشه. چی میشه؟ در واقع لازمان و لامکان میشه. این واژه لازمان و لامکان در واقع برای فردیه که بیرون اومده. کسی که بیرون میاد از لوپ ابد و ازل رو دیگه نداره، لامکان و لازمان میشه. این مکانه که دیگه نداره، زمانی هم در کار نیست. حالا من برای اینکه بیرون بیام باید اون مسیر رو پیدا کنم، اون مسیری که بدون بازگشته. حالا من باید چی رو بفهمم؟ با کی نشست و برخاست کنم؟ چی رو متوجه بشم؟ چه درکی داشته باشم که باعث بشه این ریاضته، این روشن ضمیری شکل بگیره که منو تو یه نقطه بیرون بفرسته. وقتی که منو بیرون فرستاد، یک بار از بیرون اون فرد بیدار داخل لوپ رو نگاه میکنه، از تمامی وقایع لوپ با خبر میشه. و به خاطر همینه میگیم کسی که به بیداری رسیده باشه میگه همه چیز در نهایت درستیه. چرا؟ چون یک بار از بیرون برنامه رو دیده. میدونه اون کسی که این برنامه رو خلق کرده اینقدر زیبا چیده که هیچ چیز بدی وجود نداره. فقط چون ما در داخل لوپ ازش ناآگاه بودیم فکر میکردیم بده. و وقتی که فرد برمیگرده، حالا این زمان برای این لوپ مهمه. یعنی اون فردی که میاد بیرون امکان داره چندین صدم ثانیه طول بکشه براش، چون خارج از زمان میشه. به محض اینکه برمیگرده شروع میکنه به ریاضتی که با قبلش فرق داره. اون فردی که دیگه برمیگرده در واقع داخل لوپ میشه، دیگه زندگیشون زندگی قبلی نیست، چون چیزایی رو دیده که بعد از اون باید در صلح پیش بره، باید اونا رو در نحوهی انجام بده که هیچ تغییری در لوپ انجام نشه. اگه برنامه رو به هم بزنه در واقع مهرش میسوزه. ما اکثرا بازی ماروپله رو بازی کردیم. وقتی که ماروپله بازی میکردیم یه جایی با یک بازی درست یا یک رقم زدن اتفاق درست از پله بالا میرفتیم و چند مرحله صعود میکردیم، اما به محض اینکه یک بازی اشتباه، یک اتفاق اشتباه رقم میخورد، توسط ماره خورده میشدیم و میومدیم آخر دوباره. این دقیقاً همون بازیه. با بازی درست، با نحوه درست، با درک درست میتونیم از لوپه یک بار خارج بشیم یا بیایم بیرون ببینیمش. وقتی از بیرون ببینیم در واقع بعد از وارد شدن زندگیمون آرامش بخش میشه. چرا؟ چون میدونیم دیگه چه اتفاقی قراره بخوره. میدونیم این رقم خوردن برنامه به زیبایی تمام برامون. دیگه سعی نمی کنیم خودمون خلق کنیم. میدونیم اون چیزی که خلق شده در نهایت درستیه. این قضیه بیا بیرونه. کسی که میاد بیرون وارد اون تک مسیری از اون 72 مسیر میشه. یعنی 71 مسیر برای بقا بود، یک مسیر بود که بی بازگشت بود. 71 مسیر برای بقای این و یک مسیر الهی در واقع در این لوپ وجود داره که ما رو خارج از این برنامه میکنه. امیدوارم که براتون مفید و کاربردی باشه و بیرون بیه. در پناه حق باشید. روز عاقبت همگی بخیر.